محمد سلطان مولونظرف معروف با تخلص محمد سلطان یک افسر مستفی امنیتی که سالهای آخر در شبکه‌های اجتماعی از رئیس کنونی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف تند انتقاد میکرد و روز 16 ایون بازداشت شد. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه واقع در ناحیه فردوسی قرار داشته است. یکی از پیوندان محمد سلطان مولونظرف 70 ساله روز 20 ایون به رادیوی آزادی گفت پس از تلاش‌های زیاد معلوم کردند که او در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شود. همصحبت ما گفت روز یکشنبه 2 مرتبه به او غذا و لباس بردند ولی اجازه ملاقات نگرفتند و معلوم نیست که او وکیل دفاع دارد یا نه. به قبل خویشاوندانش محمد سلطان مولونظرف به افراطگرایی عیبدار دانسته شده است ولی نمیدونند که او مشخصا بر اساس کدام ماده کودکس جنایی متهم می شود. ریاست کارهای داخلی دوشنبه و دادستانی در رابطه به قضیه بازداشت محمد سلطان تا کنون یگان بار رسما اظهار نظر نکردند. مقامات انتظامی محمد سلطان مولونظرف را روز 16 ایون از خانه‌اش در شهر دوشنبه به گفته یکی از خویشاوندانش او را پای برهنه گرفته بردند و حتی امکان ندادند که پای افزولش را بپوشد. محمد سلطان در سالهای 70 در روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده سپس به کار در کمیته دولتی امنیت ملی گذشت. او بازنشسته است. در فیسبوک در موضوعهای گوناگون فکر و نظرش را می نوشت و بعضا از سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز تنقید میکرد. در یکی از نوشته‌های آخرش پس از گفتگو منزل زیستش در فیسبوک نوشته است تمام قانون‌های حقوق انسان را زیر پا کرده خدمات اکادمیک سیمومین یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقینا سالهای پرداشت 37 و بیریه را خاطرسان می نماید قهرمانانه ادامه می دهد. مقامات به نوشته‌های پیشین او و حال در کجا بودنش رسما واکنشی نکردند. روشن نیست او را برای تنقیدهاش از سیمومین یتیموف بردند یا نوشته‌هایش درباره حادثه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان یا مثال دیگر.